نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب الله هستم. یک تن از شاگردان دارالعلوم افغان صنف 11 یعنی درجه ثالثه. امروز می خواهم چند دقیقه نزد شما عزیزان در رابطه به فضیلت علم صحبت نمایم. بیننده های محترم، علم یک نعمت بزرگی هست که الله جل جلاله برای کسی عطا می کند. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم برای انسان معرفت الهی حاصل می گردد. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم برای انسان قربت الهی حاصل می گردد. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در انسان اخلاق می آید. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در انسان تقوا می آید. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در انسان عظمت و رفعت می آید. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در انسان اطاعت و عبادت می آید. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم برای انسان نجات دنیوی و اخروی حاصل می گردد. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در زندگی انسان روشنایی می آید. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در بدن و روح انسان خوشحالی می آید. علم این طور یک نعمت بزرگی هست که بواسطه این علم در درجات انسان بلندی می آید. چرا درجه آدم علیه السلام از فرشته ها کرده بلند شد، در حالی که خلقت فرشته ها از نور شده و خلقت آدم علیه السلام از خاک؟ علماء کرام می فرمایند که درجه آدم علیه السلام به خاطر علم بلند شد. بیننده های محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، قسمی که در ابتدا برایتان حدیث شریف خواندم: طلب العلم فریضة على كل مسلم. طلب علم برای هر مسلمان فرض است. علم یعنی اینقدر یک چیز اهم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایش حکم فرضیت را داده، یعنی باید هر مسلمان علم حاصل کند. باز علمای کرام درباره فضیلت علم بسیار یک سخن زیبا میگویند: آیا علم بهتر است یا حسن؟ علمای کرام می فرمایند که علم بهتر است. چرا؟ علم انسان را به بادشاهی می رساند و حسن به غلامی، و دلیلش را قصه یوسف علیه السلام را مختصرا پیش می کند. ببینید، الله جل جلاله برای یوسف علیه السلام هم حسن داده بود و هم علم. وقتی یوسف علیه السلام را زنان مصر دیدن و گفتن: ما هذا بشر این هذا الا ملک کریم. ای خو انسان نیست بلکه یک فرشته مکرم است. و وقتی یوسف علیه السلام به جوانی رسید، الله جل جلاله برای یوسف علیه السلام علم عطا کرد. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. هر آینه یوسف علیه السلام به قوت جوانی رسید، ما برای یوسف علیه السلام حکمت دادیم. مراد از حکمت علم همراه با عمل، و علما و برای یوسف علیه السلام علم دادیم. مراد از علم تأویل الاحادیث، یعنی تعبیر خوابها، و یا هم معانی کتابهای الله جل جلاله.
و وقتی یوسف علیه السلام را برادرانش به چاه آب انداخت، در آن وقت با یوسف علیه السلام یک نعمت بود، نعمت حسن. و وقتی مردم یوسف علیه السلام را از چاه آب کشید و به بازار به خاطر فروختن آورد، یوسف علیه السلام را به یک پول معدود فروختند و شروه بثمن بخس دراهم معدوده. بعضی مفسرین در تفسیر این آیه مبارک نوشته کردند که یوسف علیه السلام به 20 درهم فروخته شد. باز به سبب امین حسن یوسف علیه السلام به زندان رفت و در زندان الله جل جلاله برای یوسف علیه السلام علم التعبیر عطا کرد. 2 نفر خواب دید و خواب آن 2 نفر را یوسف علیه السلام تعبیر کرد. باز به سبب علم التعبیر یوسف علیه السلام از زندان برگشت و وزیر خزانه های زمین مقرر گردید. اجعلنی علی خزائن الارض. پادشاه به یوسف علیه السلام گفت که من تو را وزیر خزانه های زمین مقرر کردم. ببینید بیننده های عزیز که یوسف علیه السلام به سبب حسن غلام شد، فروخته شد و به زندان رفت. پس مگر به سبب علم از زندان برگشت و وزیر خزانه های زمین مقرر گردید. پس علم بهتر است از حسن کرده، زیرا علم بادشاهی است و حسن غلامی. و علم یک نعمت بزرگی هست که الله جل جلاله برای کسی عطا می کند و فضیلت علم همچنان بزرگ است، قسمی که یوسف علیه السلام را از غلامی تا به تخت پادشاهی رساند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.